12 شب جمعه زنگ ایستگاه ما به صدا در اومد مورد حادثه حریق هتل رامتی. ما اعزام شدیم اونجا. موقعی که رسیدیم دیدیم مردم شیشه های هتل رو شکوندن و دارن از ما کمک میخوان که تو رو خدا ما کمک کنید، ما داریم میبینیم. عرضم به خدمت شما که اونجا محبوسین خیلی زیاد بودن. چه اتفاقی افتاده بود؟ طبقه اول هتل رستوران یا کافی شاپ اونجا بود، کاملا شعله‌ور شده بود. مردم گفتن صدای انفجار هم شنیدن. به خاطر صدای انفجار مردم خواستن از هتل‌ها بیان بیرون، سعی کردن که فرار کنن. این فرار کردنه کارو به قول معروف خراب کرده بود. توی مواقعی که حریق اتفاق میفته دود و حرارت همیشه روی بالا میره. توی ساختمونی که شما هستین اگر طبقه پایینتر از طبقه‌ای که شما هستین آتش سوزی شده باشه، به هیچ عنوان درب واحدتون رو باز نکنید. دود و حرارت همیشه روی بالا میره. شما وقتی که در خونه‌تون رو باز میکنید یا در اتاقتون رو باز میکنید کاملا پذیرای اون دود و حرارت هستید. بنابراین هم شرایط برای شما سخت‌تر میشه، هم کار نیروهای آتش‌نشانی رو سخت‌تر میکنه. اتفاقی که توی این هتل رامتین افتاده بود، به خاطر صدای انفجار مردم خواستن فرار کنن. خدا رو شکر ما تلفات نداشتیم، ولی مصدوم داشتیم، کسایی که بخواد مشکل تنفسی پیدا کرده بودن تو اونجا. عرضم به خدمتتون که چون توی شرایط دودی جایی رو نمیدیدن، حالا به در دیواری خوردن، زمین خوردن، دستشون آسیب دیده بود، پاهاشون آسیب دیده بود. جراحات اینجوری داشتیم ولی خدا رو شکر کسی فوتی هیچ موردی نبود. این نکته مهم بود که من صلاح دیدم بهتون بگم. و اینکه توی این شرایط ما خیلی دیدیم که مردم دستمال‌ها رو خیس میکنن و روی صورتشون مثل ماسک میذارن. دستمال خیس تو محیطایی که حرارت بالا باشه به خاطر آتش سوزی بدترین و خطرناکترین کاره. چرا؟ چون خود اون آبی که توی دستمال هست داغ میشه و شما یه مقداری آب داغ رو روی صورتتون دارید میذارید، بنابراین میتونه به شما آسیب بزنه. دستمال خشک بهترین حالتشه، اونم اگر بتونید توی اون محیط شما بتونید تحرکی داشته یا حرکتی داشته باشید. اگر حرارت نباشه فقط دود باشه، چرا دستمال خیس میتونه به شما کمک کنه. ممنون، ان شاءالله که همیشه تنتون سالم میشه.